مثلا این کانگ چی شد؟ دهن سر بزنی. بازم چیزای جدید آوردن. الان مثلا با یک قبلا میشد از این متریال خاکستری رو گرفت، الان هم زردش هست هم این. سه تا این متیکا رو نداریم، بزنیم ببینیم کدومش بهمون میده. پکی بزنم یا دونه دونه بزنم؟ که فرقی داره تکی و دونه دونه؟ 90 تایی بزنم یا پک بزنم؟ پک بزن. یا یه دونه پک بزنیم به شانس. سر کدوم گردون داره میزن؟ آرپیا. اولیش که کلان هیچ صفر. احمد شوهرمش هم شانسش خوب نیست. شانس پسر همش یه زدم به احمد. پسر احمد بیاد ویدیومونو ببینیم. درگیر سلام گیر دادی ما داریم زحمت میکشیم. هیچی. به شانس زحمتکش‌های پابجی چند تا اسکیپ بزنیم. اصلا اسم 2377 بزن. به چند تا تکی بزنم به اسم 2377 جیه فایده نشه. آره به اسم امام الی. آره میگفت تخیلی میگرد 10 تا برلین محمد که اصلا فشار نمیخوره. محمد آروم. این محمد فشاریه؟ صادق چی میده شانست؟ آره بابا با این شانست این روزیه با این گانه این یکیش چیه؟ وین 98 بود چی بود؟ 100 بار دادیم به شانس علیشا خیلی سفیده. اون سفیده شدیده اصلا. علیشا سفیده نه فایده نداشت. شانس علی یوی هم سفید تر از همش. به اسم سارا بزن. سارا اومد. سارا سگ خور. سارا شانسش الان بین ما هم فایده نداره. هرچی میزنی سارا شانسش کجایی نبود. به شانس خودم میخواستم با یوسیه. تو شانسش تو ایران بوده. اینم حرف لباس خوب داد ولی آدم متیک نبود. حالا مهم میشه نیست حساب کنی. آره به شانس هادی اسپز. برو بریم. به اسم جواد. بله هادی اسپز. یه دونه متیک در میاد به شانس هادی اسپز. یه دونه آیجی هم داد. هادی به شدت به آیجی علاقه داره. دو تا دیگه شد.
سعیدم اومد یا به اسم سعیدم. آخ سعید خیلی سفیده. شانس جواد سی جی 1225. یا سعیدم اومد باید بزن به اسم سعید. جوادم شانسش بودم. اسم سعید میزاد با سفید بودن قوی. سعید متیک میاری بیرون؟ ادارد کلک آف. حسن که اسم کسایی که دارم ویدیو رو نگاه کنم یه دونه متریک داد به اسم کسایی که ویدیو رو نگاه میکنم ولی تکرار این از برکت ویدیو این اسم کی بزنی که ارفان به اسم ارفان واسه 8 نفر انقدر اهمیت داشت که 3 نفر آمون شد. یه شانس یکی بزنیم تو کلن کیه داریم دیگه؟ محمد زوزو موبین عادل محمد زوزو رو ندارم. محمد زوزو داشتم به اسم مهدی تایگر رو مهدی تایگر سفیده با 10 تا 3 کی داره. ببین به شانس مهدی تایگر و مویدو محمد مونو یه صندوق دیگه بیشتر نداریم یه باکس داریم میخوام بزنم به شانس اینا بزن همه همه با هم با رفیقام برو یه دونه پن به شانس رضا که تموم شد 300 تا بیشتری نداری کنم اصلا یه چند تاشو اون ریزمیز به اسم خودت داری به اسم خودم دوباره خودم به اسم کودتاگر به اسم آیسان نداریم به اسم کودتاگر تمام شد با 4 تا یوسی میزنیم به اسم آیسان کودتاگر خاک تو سرت کودتاگر سیلور داد و 20,000 تا چخ رفت بله دوستای عزیز فقط هم یکی از آیسان تگش کن دقیقا نیست بنویس زحمت پا رفته داشت زحمت اسم خودت تو صفحه بیاد مثلا این کانگ چی شد؟